امیدوارم که کنسرتاتون خوب گذشتن در شهر خوجند. چه خیلی بود این کنسرت بعد از بیماریاتون؟ چه خیلی بودن؟ کنسرت من برای مردم بوستون شهر وعده داده بودم که یک کنسرت شروع میکنم 10 کرته میخونم اومده. برای همین من راستی که روزی 7 август با آلمان میرم اونجا با یک جراحی دیگه دارم. بله. که همین موبایل و من لفظم به استفاده مردم اومده درست خوشن کرده. درست جای سوزان زنی نبود. تالارا پر بودن. برنامه خیلی عالی گذشت. در این هوای گرم چه خیلی بودن؟ مثلا گفته جای سوزان پرتوی نبود. دیگه این شما رو خیلی روح بلند کرد. تالار نو خاصی به نام استاد لویل شرالی تعمیر شدگی است. همه کاندیشنرهای بخوا هم خیلی زور بود که همه مرکز ما هستند. گفته می شود که ترانه‌های نو سروده. چی ترانه‌ها هستند؟ درباره این ترانه‌ها برای ما بگید خواهش میکنم. ترانه‌های نو سرودن درباره تاجیکستان، درباره وطن، درباره مادر سرودن سرود نو، درباره عشق سرودن سرودهای نو، شعرهای نو. شعرها بودن از استاد کمال نصرالله، آذرخش، اسفندیار نظر، سفر عبدالله. می شود یک دو مصرعش برای ما بگید خواهش میکنم که ما از این ترانه‌های نوتون آشنا شویم اگر در اینترنت نباشد رادیو شما. یک ترانه هست جوانی نمیره تا یک بهانه هست جوانی نمیره. این تردید جوانی رفت جوانی نمیره. شما هنوزم جوانید. امید میکنیم تستر شفای بده و همه وقت روی صحنه باشید. در مورد ترانه‌های اجتماعی بگید. شما میگید که طریق ترانه‌های اجتماعی میشود درد مردم انعکاس کرد. میشود در این باره بگویید؟ من درباره افغانستان همسایه ما خوندم که افغانستان مسلمانی ندارند. من مردم روزه ایدای جمعه ایدای قربان روزه ایدای مسلمانی و مردم میکفنن میترکنن میکشن. من بر همونو یک سرود مسلمانی خوندم که متوقع هم خیلی میکنن مردم میکشن. بعد شعر دیگر خوندم خدا با کیست. این نو خوندید؟ اینم نو خوندم. بله. میشود مضمون همینا را بگید درباره این شعر افغانستان و خدا با کی است یا که یک چند مصرعش بگید شناس شویم؟ اینجا چی در مسجد چی میخانه چی در معبد چی رودخانه همه از او سخن گویند و از پیمان خدا با کی است. اون که آخرش که یکی داعش یکی انصار یا احرار یعنی به هر جا پرچم سبز از پرافشان خدا با کی است. یعنی مسلمان و مسلمان میشود قربان. خیلی این مسلمانی بعد خدا آخرش به هر جا مادری تاجیک ثناخوان است شب و روز به لفظش لفظ قرآن است. خدا جان تاجیکستان رو نگهبان است. خدا با ما خدا با ما است. یعنی همین صلح و امانی تاجیکستان تینجی تاجیکستان امانی تاجیکستان به همین همسایه افغانستان ما هم صلح و امانی را بود تینجی شود کشور. همین یک مثال ها آوردم که من همین چند راهبری که در افغانستان شد نتونست مردم از صلح تینجی کننده. بله. کشور ما تاجیکستان شکر خدا تینجی است. صلح است. کدام گوشه تاجیکستان خواهید کدام وقت ساعتی خواهید میرید. این هم از زحمت‌های بزرگی راهبری دولت ما است که تینجی کرده صلح کرده است. مردم آرام آزاد زندگی میکنن. خدا را شکر. تشکر استاد. شما گفتید که در این سرود نو خونده در اینترنت این چیزا رو ما پیدا کردن نمیتونیم این سروده. همین برنامه کنسرتی ما همین روز توپگاه در برنامه عمر شیرین نام دارد در اینترنت ها پیدا میشه در همیشه توپگاه. یعنی که ترانه‌تون حال پیدا میشود روزای نزدیک. این ترانه‌تون ایده کی بود؟ این ترانه درباره محکوم کردن داعش و خونریزی و جنگ در افغانستان ایده کی بود؟ از اون خودم بود. من اینو پیشترم خونده بودم در سوریه لیبی در اوکراین و در همه جا همون شعر آذرخش خودم تماس کردم خیلی مردم که نوشته بود. گیریه افزالشو اونجا در اینترنت هست. بله. استاد عزیز شما درباره همون نفرایی که از دور تاجیکستان ایستاده سنگ ملامت میزنن محکوم کردید و گفتید که من گفتم که کسی که در تاجیکستان تولد شده باشد باید وطنش دوست دارد در کدام گوشه جهان که نباشد نوابسته از سیاست‌های دنیایی و این معنی اون ندارد که بیرون از تاجیکستان است این تاجیکستان سنگ ملامت میزنند. وطنش باید دوست دارد. وطن است که اینجا زادگاه است که اینجا مثال ممکن است تأخیر کردن و حقارت کردن وطن این مادر است. خیلی بعد آدمایی که نیستن در تاجیکستان نمیدونن که اینجا چی گپا شده از بیرون خدا هر دو اینجا راهها سوخت شد همه شهرها با هم دیگه پیوست شدن. راه پرابلم نداره تاجیکستان. برق پرابلم نبود همین سال تاجیکستان به همه برق داشتن مردم. دیگر کورم شده شدن شهرها ساخته شدن باغ‌ها ساخته شدن آبادش شد بانی بیمارستانای نو مکتبای نو. خیلی ساعت زندگی مردم هم کمتر به اون رفتگی است. خیلی میشد ساعتش که همه کارا هم خط گنده کنیم نمیشد که یا باید ما هم نقضیه گفتن. بله استادی عزیز شما در یک نوار کوتاه از رئیس جمهور خیلی تشکر گفتید که بحث زیاد در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. درباره این بگویید که
نظر شما چیست؟ مردم خیلی میگن من پرزیدنت وقتی که من در صدمه غلط دیدم آوری شدم پرزیدنت من آدم فسوندن من اومده پرسیدن خبر گرفتن پرسیدن چی خدمت کنیم چی کمک کنیم من همین دیروز در آلمان بند 77 روز در تبابت بودم با دستگیری پرزیدنت رفتم راستی گپ بگم پرزیدنت من مبلغ گذاری کردن آدمای گفتن که یاردم کنید تو پولتون از اشو سرسون نشه دکترای بهترین برای خودش تبابت کنه اینم پرزیدنت دستگیری کردن من خیلی وقتی که پرزیدنت من دوست داره حرمت کنن من آدم قدر نکنم درباره هنر و آوازخوانی مثل قدم قربان و دیگرها که در شبکه‌های اجتماعی خیلی پربحث و پربیننده هستند نظر شما یک هنرمند حرفه‌ای هستید هنرمند نوتکرار و شیناخته هستید درباره همین ها چی است راستی گپ بگم من ولی اولش که خودم گوش نمیکنم میگم که من اونو به کار ندارم برای که ولی همین خیلی زمان میشه شده که اینم اكو طبیعی همه آدم به وابسته. تشکر زیاد. شما گفتید که به نزدیکی باز به آلمان میروید. این سفرتون کی خواهد بود و باز هم برای تبابت؟ август میرم ان شاء الله. دوستی عزیزم روخات با یک جراحی میدک دارم برای همین میرم یکی 10 روز یکی 15 روز یکی یک هفته معلوم نیست. امیدوارم که زود صحت شوید و باز هم ترانه هاتون در فضای تاجیکستان باشد. یک سوال دیگری من این است، شما از آوازخوان‌های پرکار هستید و فارسی زبان‌ها شما را زیاد میشناسند. آیا تصمیم ندارید برای آلمانی‌ها و اونهایی که افغان‌ها و ایرانی‌هایی که در آلمان هستند کنسرت برگزار کنید؟ راستی که بعد من همین کاری که میرم همین جراحی که خوب گذرد ان شاء الله با دستگیری خدای مهربان من نیت دارم در هلند، در خود آلمان، در بلژیک، در همین شهرهای همونجا یک برنامه خوبی کنسرتی انجام دهم. اونجا با هم برنامه نظمونم. البته با شاگردای خودم میرم. این میشه بعد استقلالیت کشور ان شاء الله. بعد استقلالیت. تشکر زیاد. آیا درست است که بسیار امروز جوانان و عموما هنرمندا در مورد راهبریت و بعضی سیاستمدارا ترانه میخوانند؟ نظر شما چی است؟ این چیزا چقدر قبول دارید؟ اکنون راست بگم حاضر هیچ کس به هیچ کس هیچی گفتن نمیتونه. هر کسی که چی که خواهد میخونه انا اینترنت رو میپرتد رفته است از مردم همون تماشا میکنن. البته کسی که در تاجیکستان زندگی میکنه باید که برای تاجیکستان شکر از وطنداری، از وطن، از آبادی ها، از زیبایی ها کنه. و من همین میکنم، همین شکر میکنم چون من رفته دیدم با چشمای خودم که من همسایه‌های ما اومدن از ازبکستان برادر، از سمرقند جورای من اومدن، از تاشکند اومدن. مثلا راستی که دوشنبه شما راستی گفت امروز از تاشکندم و از سمرقندم آبادتر از زیباتر. در آلمان که بودید و باز روزهای نزدیک آلمان میروید برای تبابت، دلتون برای کی و برای چی بیشتر تنگ میشه؟ برای راستگون برای مادری عزیزم 80 ساله کمپی، برای وطنم، برای تاجیکستان عزیزم که من هم جای تاجیکستان من یک خیلی دوست می‌دارم، هم کلوب و هم دغرم و هم درواز و هم بانک هم خوجند و هم مسجد، همه جا مردم من یک خیلی قبول دارن. من یک فخر میکنم که من همه جای تاجیکستان من گوش میکنم. یگون جای نیست که نرم که مثلا مردم کشمون نگیرن و مال نکشن یا قدر نکنن. من خیلی نجسانی خودم دوست ندارم. در جان و دلم تاجیکستان است. شما درباره مادرتون گفتید و بسیاری ها دور از مادر خود هستند. میشه یک چند تیکه یا که چند مصرع درباره مادر بگید این در پایان برنامه‌مان؟ بله خواهش میکنم. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادن، اما بر روزی سختی خالی جای مادر. از سطوت روزی شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. گر شاعرانی عالم یک جا مدیح گویند، یک بیت هم نارزد اندر ثنای مادر. هر نام مادرها جانم، مادرها باشن، دعای ما میگوین، دعای جانی ما میکنن، خدا صحت باشن، سلامت باشد. و درباره خانواده‌تون اگر برای ما خیلی هم شاد میشونیم. 5 تا فرزند دارم خدا رو شکر، 3 پسر 2 دختر. پسرای بزرگم تحصیل کردن در امریکا کار و زندگی میکنن، حاضر شکر خدا. نبیره‌ها اونجا هستن. دختری کلانی هم در امریکا زندگی میکنه، با شوهرش هم همونجا با نزدیکی یک پسردار شد. من 7 کرته با نبیره آخرام همین حال ندیدیم. راست گپ سفر باید کنم در امریکا. برنامه‌جان دختری که اینجاگیم که با من در آلمان بود، ترجمان من بود، راننده من بود و اکادمی رسمی آمریکا تمام کرد اومد. بعد در دوشنبه در یک دانشگاه رسمی درس می‌داد. با شما اول تشکر زیاد که وقت خود را جدا کردید برای برنامه مهمانی آزادی صحبت کرده. با شما موفقیت، پیش از همه سلامتی و در ایجادیاتتان ترانه‌های نو و زیبا و دلنشین تمنا می‌کنیم. قربان شما، خیلی ممنون، خیلی مینادار. همیشه با وطن باشیم، همیشه در وطن باشیم، خدمت وطن کنیم. کسی بیرون از وطن باشه، تاجیکای عزیزی ما باشن، الهی همه و با سلامتی برای کار از خدا. یگان تاجیک در یگان گوشه جهان الهی خور نشود. همشون بوی باشن، بدولت باشن. ملت ما ملت بزرگ است، ملت دانشمند است، ملت اصیل است. باید که هیچ وقت به پستی راه نتیم. همیشه در بلندی ها باشیم، به همدیگر مهربان باشیم. تاجیکا همدیگر همیشه در خارج کشور دوست دارن، یکدیگرشون نفروشن، برادری کنن.
همدلی کنن، همدردی کنن. همیشه با هم دیگر باشیم، زنده باشیم. زنده باشه. خدا نگهدار. تشکر. قربانتان. خداحافظ. خداحافظ.